چطور این افکت متنی رو به ویدیومون اضافه کنیم. عکسی که میخوایم رو وارد برنامه کپکات میکنیم. از قسمت متن اون متن دلخواهمون رو وارد میکنیم. توی مرحله بعد فونت مناسب رو براش انتخاب میکنیم و توی جای مناسب توی تصویرمون قرارش میدیم. حالا وارد قسمت افکت میشیم و اون افکتی که دوست داریم رو وارد میکنیم. حالا وارد این بخش میشیم. بعد وارد گزینه لوپ یا تکرار میشیم. بعد از این قسمت گزینه رندوم فلش رو انتخاب میکنیم. از گزینه پایین هم میتونید به طور دلخواه تنظیم کنید. این هم شد از نتیجه کار. اگه به ادیت ساده علاقه‌مندید ما رو دنبال کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.